من 16 ساله هستم. سوال من دکتر زاکی درباره تبریک کردن مولود عیسی به غیر از مسلمانان وادار میکنند به هر دلیل ما را پیشنهاد میکنند که عقیده ای که مسیح پسر خدا بود و این حال ما را به حیرت آورد که حتما الله بزرگ میداند که نیت من گفتن کسی که مولود عیسی گفته بود همان طوری که شما تنها برای بهبودی مناسبت ها گفتید. این است که حداقل اکثر آدمان نسل من که به من آنها تماس میگیرند اصلا مولود عیسی را جشن نمیگیرند، زیرا آنها زادروز مسیح را جشن میگیرند. اما در اصل این یک چیز تجارتی است که شما میتوانید آن را وسیع‌تر کنید، زیرا من چنین هستم که آشفته حال که چطور گفتن مولود عیسی میتواند ما را به کفر آورده رساند. برادر سوال دادند که میخواهد به دوست خود مولود عیسی را تمنا کند تا فردا مناسبت‌های خود را برقرار کند. در قطار او به من سوال می‌دهد که چرا من میتوانم یک قوطی مشروبات اسپریتی داشته باشم تا مناسبت برقرار کنم؟ چرا نه؟ چرا این نادرست است؟ چرا من نمیتوانم با آنها گوشت خوک خورم؟ چرا من نمیتوانم به کلیسا روم و به عیسی مسیح سجده کنم؟ و او ببینید که برای رسیدن به هدفهای شما هیچ کار حرام کردن لازم نیست. شما نمیتوانید کار نادرست استفاده برید. برادر، آن چیزی که برای آنها حرام است برای شما حرام است. این چنین وقتی که شما با آنها مولود عیسی را تمنا میکنید شما راضی میشید که عیسی مسیح علیه السلام 25 دکبر تولد شده است و شما راضی هستید که او پسر خدا است. این شرک است. چرا این خطا است؟ زیرا مسیحیان باور دارند که عیسی مسیح علیه السلام حالا نوبسته از آن که عیسی را خدا میگویند شاید او وی مسیحی عمل کننده باشد، یعنی آنها جشن میگیرند زادروز را. چرا آنها روز دیگر جشن نمیگیرند؟ پس اگر شما به دوست مسیحی خود گویید خوب است فراموش کنید، اگر به این باور ندارید بیایید به جای 25 دکبر جشن گیریم 10 اکتبر. آیا آنها راضی میشوند؟ آنها میگویند نه. چرا من مولود عیسی را میخواهم؟ من از آنها میپرسم که این موسم مولود عیسی است. چرا این مولود عیسی است؟ با من میگویند که این مولود عیسی است زیرا عیسی مسیح در روز 25 دکبر تولد شده است. که میپرسم عیسی علیه السلام کی است؟ میگویند پسر خدا است. پس با من بگویید که شما میتوانید با من یک اظهارات دقیق از بیبلیا پورا اثبات کنید که خود عیسی مسیح گفته باشد که او خدا است، گفته باشد مرا عبادت کنید. من دعوت میکنم. چرا شما برای دعوت کردن وسیله نادرست را استفاده بردن لازم است؟ که شما سوال میدهید گفتن ایدی مولود عیسی نادرست است، معنای من به شما گفتنی هم که نادرست است 100% حتی به نظر من. مگر شما نمیدونید مولود عیسی چیست؟ و مگر شما نمیدونید که الکل است و شما فکر میکنید که این پپسی است و شما آن را دارید؟ خدا شما را ببخشد. پس اگر شما نمیدونید که مولود عیسی در بریتانیا کبیر چگونه است، شما میدونید مولود عیسی چگونه است؟ این میگوید که من فکر میکنم این یک تجارت است که جایی که اونجا آدمو توفه میدهند. نه این خطا است. این یک بهانه است. چطور نیست؟ این خیلی نیست. تو میدونی بهانه برای تجارت بیزنس چیست؟ تو میدونی که برای پسر خدا. بله این را من میدونم. بعد اگر خواهی مولود عیسی حرام است، اگر نمیدونستی از تیمبکتو آمده ای. آیا تو از تیمبکتو آمده ای؟ آیا شما یگان جاهی را نمیدونید؟ اگر شما کاش الله شما را ببخشد. اگر شما نمیدونید که این مشروبات است، اگر شما فکر میکنید که این پپسی است و آن را منوشید، خدا شما را ببخشد. اما اگر شما این را میدونید و شما فکر میکنید که این مناسبت خود را برقرار کردن ایستاده اید، شما میدونید که شما جای در دوزخ تیار کرده ایستاده اید. برادر هیچ وقت شما باید نادرست استفاده نبرید هیچ کار را. شما باید از قرآن و سنت پیروی کنید و امیدوارم به سوالت جواب داده باشم.